باشندگان غور با شکایت از افزایش روزافزون آلودگی هوا در فصل زمستان میگویند که استفاده بیش از حد مواد دودزا در این ولایت سبب شیوع امراض مختلف در نزد مردم شده است. آنان از مسئولان دولتی میخواهند تا با کسانی که از مواد دودزایی چون سوزاندن تایر، پلاستیک، زغال سنگ کم کیفیت و مبلین سوخته استفاده میکنند برخورد قانونی کرده و جلو آن را بگیرند. درباره مواد سوخت غیر استاندارد که زیادتری از افراد خود غور استفاده میکنند و مثل پلاستیک و باعث آلودگی هوا میشه خراب میکنه و از امارت اسلامی خواهش ما این است که جلوی همچون اشخاص گرفته و به خصوص حمام ها زیادتر باعث میشه که آلودگی هوا افزایش پیدا کنه و جلوی همچون مواد سوختی که از بیرون وارد میشه داخل ولایت باید گرفته شود تا آلودگی هوا کم شود. متاسفانه در فصل سرما مردم از مواد سوختی غیر استاندارد استفاده میکنند که باعث آلودگی هوا میشود. ما از محیط زیست و ارگان‌های دولتی خواهشمندیم که جلوی همچون اشخاص رو بگیرن، به خصوص در حموم‌ها که تایر، پلاستیک و زغال‌های غیر استاندارد استفاده میکنند که باعث آلودگی هوا میشود. دکتران میگویند که آلودگی هوا باعث امراض گوناگون به ویژه مشکلات تنفسی، انتانی و قلبی در نزد افراد می شود. در قسمت آلودگی هوا باید گفت که یک از جمله خطرناکترین امراضی که در نزد انسان ها آلودگی هوا ایجاد میکنه متاسفانه امراض سیستم تنفسی هست که در سیستم تنفسی باعث امراض گوناگونی میشه، از جمله نمونیا یا سینه بغل یک جمله اختلالات یا علتایی می باشه، برانشیت میتونه یک دلایلی باشه، برانشیولیت میتونه یک جمله دلایلی باشه، همچنان COPD یک مریضی مزمن انسیدیودی در ششها هست که باعث آلودگی هوا باعث میتونه میشه و از جمله یک جمله امراضی که بیشتر در قسمت خودی دماغ یا مغز یا در قسمت سر است به نام سینوزیت. متاسفانه گاهی آلودگی هوای بیش از حد و تنفس کردن از آلودگی هوا باعث انسداد سینوزها در قسمت‌های از سر انسان ها میشه که به نام سینوزیت یاد میشه که این هم یک مریضی مزمن و مشکل سازی هست که شخص مبتلا میکنه به سردردی بسیار دوامدار و مزمن که افراد از این بسیار رنج میبرند. با این همه مسئولان در ریاست محیط زیست غور عامل آلودگی هوا در این ولایت را مواد سوختی غیر معیاری از سوی خانواده ها عنوان می کنند و از آنان می خواهند تا در هنگام زمستان از مواد دودزا استفاده نکنند. مردم ما بتانند از مواد دودزا و موادی که مضر کمتر استفاده بکنند. ما میتونیم که یک هوای پاک داشته باشیم، مخصوصا زغال سنگ، استفاده از تایرهای کهنه، استفاده از مبلای سوخته و انواع مواد دودزا اگر بتانن کمتر استفاده بکنن هم حتما ما انشاءالله هوای پاک خواهیم داشت. فقر و ناداری خانواده ها در ولایت غور نیز از چالش هایی است که آنان مجبور می شوند تا از مواد سوخت غیر معیاری برای گرم کردن خانه هایشان استفاده کنند. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.